لیسا مانوبان معروف به لیسا کلا یک بار در متگالا شرکت کرده. حالا اون یک بار او در متگالای 2025 با لباسی از برند لویی ویتون بوده. از اونجا که همه درگیر عکاسی لباسهای بقیه افراد در مراسم متگالا بودن و کلی عکس میگرفتن، یهو لیسا وارد میشه و به خاطر طراحی لباسش توجه ها رو به خودش جلب میکنه. اما اون بعد از ورودش به جای تشویق به خاطر لباسش جنجال به پا کرد و به خاطر دلایل خیلی غلط او مورد توهین قرار گرفت. لیسا لباسی از طراحی زیبای لویی به تن داشت. او یک جوراب شلواری ته‌دار بادی تزئینی و یک کت خوش‌دوخت به تن داشت. طبق گفته برند این ژاکت با روکش و توری مشکی دوخته شده که نمایانگر اثری هنری از هنرمند تیلور است. با مونوگرام گل لویی ویتون پوشونده شده و با کریستال ها به صورت دستی تزیین شده. بدنه با همان طرح از جنس تور دوخته شده. شاهد چهره‌ای میشیم که با پورتره های گلدوزی شده روی لباس خودش رو نشون میداد. حالا اون چه چهره‌ای بود؟ روزا پارکس، نماد حقوق مدنی. از مشاهده افراد بعد از دیدن لباس لیسا، افراد زیادی در سراسر کشور با کامنت های زیادی توجه رو به سمت خودشون بردن و حتی اون عکس چهره در قسمت های لباس زیر لیسا هم مشاهده میشد. همونطور که یکی از کاربران در ایکس نوشت، همین الان فهمیدم لیسا روزا پارکس رو روی لباس زیرش گلدوزی کرده. کاربر دیگری اضافه کرد چرا لیسا تصویر روزا پارکس رو در شلوارش دارد؟ یکی از زنان تاریخی که علیه نژاد پرستی مبارزه کرد، در حالی که یکی از کاربران توییت کرد چرا لیسا شورت روزا پارکس را پوشید؟ من که خیلی گیج شدم. کاربر دیگری افسود پس روزا پارکس که به معنای واقعی کلمه جان خود را برای حقوق مدنی به خطر انداخت، حالا تبدیل به دکور لباس زیر زنانه شده است. و کاربر دیگری پاسخ داد شاید لیسا هنوز او را نشناسد، ببخشید اما بی اطلاعی آزاردهنده نیست؟ کاربران در ایکس این لباس را بی احترامی می دانستند و مورد حساسیت قرار دادند. چرا باید همچین شخصیت تاریخی مهمی را در یک قسمت بسیار جنسی زیر سوال ببرند؟ در جواب این کامنت ها دیگران از لیسا حمایت کردند و خاطر نشان کردند که این طرح در کل لباس وجود داره، نه تنها در لباس زیر. سخنگوی هنری تیلور پاسخ داد که این تصورات غلط مردم است که مبنی بر نمایش تصویر پارکس روی لباس زیر لیسا بوده و هیچ تصویر پیشگام حقوق مدنی در این لباس وجود ندارد. این نماینده در ادامه گفت شخصیتی که در طراحی لویی ویتون لیسا دیده می شود روزا پارکس نیست، بلکه یکی از همسایگان هنری است. و چه در طراحی‌های قبلی و چه در این طراحی لباس تیلور دیده می شود که همه مربوط به زندگی شخصی او مرتبط می باشد، از خانواده، دوستان، همسایگان. این چهره ها مستقیم از آثار هنری بوده و در ادامه او اشاره کرد به مجموعه آثار هنری فارل با لویی ویتون در سال 2023. با وجود ادعاهایی که به وجود آمد، در جواب اینها اعضای بلک پینک پاسخ دادند نه به نژاد پرستی، که این جمله توجه همه رو سمت خودش جلب کرد. واکنش‌های منفی ناشی از اطلاعات نادرست، گنجاندن لباس‌هایی با آثار تیلور در متگالای امسال کاملا با موضوع همخوانی داشت. برای اولین بار در سالهای اخیر این مراسم کمیته‌ای برای حمایت از نمایشگاه مؤسسه لباس با عنوان فوق‌العاده خیاطی به سبک سیاه و به موضوع شیک‌پوشی سیاه‌پوستان اشاره دارد. تعدادی از هنرمندان برتر سیاه‌پوست از جمله رشید جانسون،
جردن کاستیل و کارا واکر در این کمیته حضور داشتند. تعدادی دیگر از هنرمندان بزرگ سیاه‌پوست از جمله تیلور، آرتور جافا و دیگران نیز در این مراسم حضور داشتند. این برند در مورد اینکه چگونه این ظاهر با تم اصلی مت گالا یعنی فوق‌العاده ظریف، خیاطی به سبک مشکی مرتبط است گفت: خیاط تبادلی بین سنت خیاطی در قلب لباس‌های شیک و کریستری و توری‌های ظریف بومی را به نمایش می‌گذارد. اندرو بولوتون متصدی مسئول گفت که این نمایشگاه با الهام گرفتن از کتاب بردگان مد است که به جمله زیبای موضوع رسیدیم: شیک پوشی سیاه‌پوستان و سبک هویت سیاه‌پوستان مهاجر، نوشته مونیکا المیر، و شیک پوشی سیاه‌پوستان را هم به عنوان یک مفهوم و هم به عنوان یک نشانگر هویت بررسی می‌کند. بر اساس پستی در اینستاگرام موزه این نمایشگاه بررسی فرهنگی و تاریخی از سبک سیاه‌پوستان از قرن 18 تا به امروز را از طریق کاوش و در مفهوم شیک پوشی ارائه می‌دهد. قانون پوشش مت گالا برای امسال دوخت شده برای شماست که اشاره‌ای به تمرکز نمایشگاه بر لباس مردانه و کت و شلوار است که تایید کردند که در لباس‌های لیسا این قوانین اجرا و رعایت شده و کنار هم مثل یک الگوریتم چیده شده. طراحی بسیار منحصر به فرد و زیبایی دارد. و ازت ممنونم که تا اینجا این ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار.